در روزگاری که آیات نازل می‌شد اما دلها گسسته بود، زندگی میان هر نفس به مکسی طولانی افتاده بود. مردم راه می‌رفتند اما روحها زیر فرسایش ایام به انقطاع رسیده بودند. قرآن از قومی میگوید که خموش شدند، نه از سکوت بلکه از سنگینی معنا. دلها در تعلیق مانده بود، نه جرأت بازگشت نه توان پیش رفتن. تنها از استهلاک مینالید و ایمان پر از ترک‌های پنهان بود. خدا شادی را از آنان نگرفت، خودشان مهوش کردند. امید در فرودی آرام فرو رفت و حال جمعی به احتضار نزدیک شد. روحها به تبعید رفتند، نه از شهر، از خویش. انزوا انباشته شد، زوال روی زوال نشست و خلع معنا مثل غباری مقدس نما بر همه چیز نشست. هوا بوی اختناق میداد، زمین سکوت زده بود، دلها تهی و چهرهها با ساییدگی زمان به هم شبیه شده بودند. همه در یک واگسست سرد، در انجمادی طولانی که فقط پژواک درد را برمیگرداند. قرآن میگوید اینجا اضمحلال از دیوارها بالا رفت. مردمانی ویرانزاد در تعفن زمان بیپناه و مغروق در خاطرهایی ناتمام. هر ذهن یک گورستان فکر شد. انهدام پشت احتجاب لبخندها پنهان بود. نسلها فراموش زاد در گریزی دائمی از حقیقت. خلع معنا همه چیز را فرو بست. استحاله تا انسداد پیش رفت و رؤیاها به تقلیل افتادند. جامعه در محاق اختلال میچرخید، زیر زخم زمان در انقیادی گمریخت، بی صدا و پر از رسوب انکار و تردید. آدمها فرسود شدند، گورزاد، با تباهی آرام در خاموشزاری ممتد. همه چیز در تعویق، همه چیز گسیخت و پایان بی سرانجام. و قرآن بی آنکه فریاد بزند میگوید اینها همان قومند که ظلم را دیدند و گفتند بعدن، و آن بعدن شد احتراق خاموش یک امت. اگر از این سبک داستان‌ها خوشتون میاد، کانال ما رو دنبال کنید.